ما همچنان مادریدیم، ولی اتفاقی که افتاد اینه که ما مجبور شدیم که هتلمون رو عوض کنیم. دلیلش هم اینه که یکم برنامه‌مون تغییر کرد و تصمیم گرفتیم که یکم بیشتر مادرید بمونیم. قرار بود کمتر بمونیم ولی برنامه عوض شد و اینجوری شد که بیشتر بمونیم. بعد میخواستیم هتلمون رو تمدید بکنیم، منتها واسه اون تاریخی که ما میخواستیم اصلا جا نداشت و کل اتاقاش پر بود، اصلا جا نداشت که به ما بده و خب مردم هم از قبل رزرو کرده بودن، اصلا نمیتونستیم دوباره اتاق رو تمدید کنیم و اینا. واسه همین مجبور شدیم که هتلمون رو عوض کنیم. الان اومدیم هتل جدید، تازه اتاق رو تحویل گرفتیم. یه 2 روز 2 شب قراره که اینجا باشیم و بعد اون دیگه بریم سمت فرانسه. حالا برنامه‌مون هم اینطوریه که فردا احتمال خیلی زیاد بریم یه شهر دیگه که حالا باز اونم 100% نیست، باید ببینیم که باز برنامه‌مون چجوری پیش میره و اینا. اگه همه چی اوکی پیش بره احتمالاً که فردا دوباره بریم یه شهر دیگه یه روزه، دوباره برگردیم مادرید و بعدم دوشنبه بریم به سمت فرانسه. میگم اگه برنامه تغییر نکنه، فعلا که اینجوریه. بعد اینکه خیلی هم خستم، یه چیز عجیب غریبی، چون که چند روزه که خیلی کم خوابیدم برای اینکه خیلی برنامه‌های مختلف داشتیم و هی از این ور به اون ور و اینا. ولی تا اینجای سفر که خیلی خوب بوده، یعنی این چند روز خیلی 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 به من خوش گذشت، همه چی خیلی خوب بود و فکر کنم اینو چند بارم قبلا گفتم که مثلا مردم اینجا خیلی نایسن و خیلی خونگرم و اجتماعی و اینا، واقعا هم همینطوره. اما تنها میتونم بگم به عنوان توریست تنها مشکلی که اینجا داشتم این بود که مردم انگلیسی اصلا بلد نیستن، انگلیسیشون خیلی 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 ضعیف و خیلی بده، حتی در حد چیزای خیلی بیسیک و مبتدی هم واقعا نمیدونن انگلیسی. این یه کوچولو خب مثلا آدم به مشکل میخوره سر این قضیه. حالا توی هتل‌ها خب این مشکلی نیست، چون تو هتل‌ها خب اکثر انگلیسی بلدن، ولی مثلا تو بیرون و اینا اکثر انگلیسی بلد نیستن یا خیلی انگلیسیشون بده. این یکم مشکله، ولی میگم در عوض انقدر مردم نایس و اجتماعی و خونگرم و مهربونن که باز خیلی هم به چشم نمیاد، چون به هر حال یه جورایی میشه یه چیزایی رو بهشون فهموند دیگه. ولی خب این یه مسئله خیلی مهمه که زبان انگلیسی نمیدونن. امروز هم هوا باز دوباره خیلی گرمه، دیروز یکم خنک شده بود، مخصوصا شب خیلی سرد بود. ما رفتیم یه جا شام بخوریم، یه چیز عجیب غریبی سرد بود. الان دوباره امروز گرم شده و من توی چیزی چک کردم مثل که امروز این هفته کلا قراره که اینجوری باشه، خیلی گرم باشه هوا. بعد یه قیافه منم ببخشید اینجوری هم چون که میگم خیلی کم خوابیدم. از صبح که پا شدم کلی کار داشتیم هتل عوض می‌کردیم، دوباره داشتیم لباسا و چمدونا رو می‌بستیم و کلی کار داشتیم که از اون هتل بتونیم چک اوت کنیم بریم یکی هتل و اینجا هم باز طول کشید تا بهمون اتاق بدن. نتونستم مثلا لباسی رو عوض کنم و اینا. بعد الان میگم خیلی خستم. حالا یکم احتمالا استراحت کنیم، اگه بشه بعدش بریم کلیسا. من خیلی دوست دارم برم کلیسا، اینجا رو ببینم. یعنی از روزی که اومدم یکی از جاهایی که خیلی دلم میخواست برم ببینم کلیسا بود که توی این مدت انقدر برنامه مختلف داشتیم و انقدر مثلا شلوغ بودیم از این ور به اون ور و اینا که فرصت نشد تا امروز که کلیسا بریم. برنامه‌مون این بودش که اگه شد امروز مثلا بعد از ظهر این کار بکنیم، بریم کلیسا. حالا ببینیم که چجوری میشه. میگم چون هممون خیلی خسته ایم، یکم حالا استراحت کنیم، اگه بشه و اوکی بشه که بتونیم بریم کلیسا که عالی میشه. از اونجا هم فیلم میگیرم، ولاگ میگیرم. اگر که نتونیم بریم هم که هیچی دیگه. میگم ببینیم واقعا برنامه چجوری میشه. خب این همون هتل جدیدمون که گفتم عوض کردم. بعد ویوش خیلی بامزه است، گفتم اینجا رو نشون بدم. خیلی ویوی خوشگلی داره، رو به خیابون و این ساختموناست و فقط ببینید که این ساختمونا چقدر خوشگله. اینجا هم یه تراس خیلی کوچولو
داریم. حالا الان فرودگاهیم، داریم میریم والنسیا، یه شهر دیگه. البته قرار نیستش که زیاد بمونیم، کلا یه روز قراره بمونیم. صبح میریم، الان ساعت 6 صبح میریم و شبم برمیگردیم مادرید. دلیل اینکه اونجا نمیمونیم اینه که واقعا تایم نداریم، اصلا وقت نداریم، چون دوشنبه پرواز داریم فرانسه و یکم زیاد موندیم مادرید، واسه همین اصلا وقت نداشتیم که بمونیم و اینا. گفتیم که حالا اوکی دیگه، بلیط گرفتیم خودم اینجا میبینیم، یه بلیط گرفتیم و خلاصه که یه روزه میریم، صبح میریم شب برمیگردیم. اونجا هم یکم ولاگ میگیرم، یکم فقط والنسیا رو نشون بدم و بعدش دیگه ولاگ اسپانیا کلا تموم بشه. پروازمون خیلی کم بود تایمش، فکر کنم کلا 1 ساعت بود. 1 ساعته رسیدیم. حالا تا شب اینجاییم، گفتم شب اینجا نمیمونیم، دوباره شب پرواز داریم برمیگردیم مادرید. آره خلاصه که امشب برمیگردیم مادرید. حالا چیزه اینجا هم یه سری مثلا جاهاش هستش که خیلی باحاله و اینا، میخوایم ببینیم اونجا رو ببینیم. کلا شهر نه مثلا نسبت به مادرید خیلی شهر آروم تریه و کم جمعیت تره طبیعتاً. حالا میگم جای باحالش رو رفتیم، فیلم میگیرم و ولاگ میگیرم از اینجا. فعلا که اومدیم اینجا خیلی گوشمون بود، یه کافی و اینا خوردیم، بعد یکم اینجا نشستیم، هوا هم خیلی خوبه. تا حالا میگم تا شب وقت داریم دیگه بریم که بگردیم. فکر میکنم کافی باشه، یعنی نمیدونم، فکر نمیکنم که مثلا حالا چیز باشه، یعنی احتمالاً با اینکه فقط 1 روز اینجاییم یعنی شب هم نمیمونیم، ولی فکر کنم برسیم که مثلا جاهای دیدنی و مهمش رو ببینیم. بریم ببینیم که چجوری میشه دیگه. ببین ما اومدیم والنسیا، یکم توی شهر رو گشتیم. خب شهر تقریبا میشه گفت کوچیکیه، ولی میگم یکم رفتیم گشتیم. امروزم نمیدونم، یعنی اصلا یه عجیب غریبی هوا گرمه، انقدر گرمه من دیگه موامو بستم. بعد الان ساعت 5 که من دارم این ویدیو رو میگیرم.
حالا میگم ما ساعت 6:30 7 باید فرودگاه باشیم چون که پرواز داریم، دوباره باید برگردیم مادرید. ببین خیلی باحال بود، یعنی خیلی شهر خوشگلی بود و اینا. من راستش زیاد نتونستم اینجا فیلم بگیرم و ولاگ بگیرم به خاطر اینکه خیلی میگم هوا گرم بود و اینا و یه چند تا جا رفتیم که احساس کردم، یعنی مثلا کلیسا و اینا رفتیم و چون کلیسا رو توی مادریدم رفته بودیم و من فیلم ازش گرفتم دیگه، مثلا کلیسا اینجا رو فیلم نگرفتم. یه چند تا ویدیو فقط از خود شهر گرفتم ولی میگم در کل خیلی 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 شهر خوشگلیه. بعد ارزش دیدن رو که داشت 100% و قطعاً به نظر من شخصا حداقل ارزش دیدن رو داشت. همین دیگه، مرسی که ویدیو رو دیدین، مرسی که ولاگ رو دیدین. امیدوارم که ولاگ خوبی از آب در اومده باشه و تونسته باشم جاهای خوشگل و باحالی که رفتم و حداقل بهتون نشون بدم که شما هم خوشتون بیاد. بای. خب من همچنان مادریدم، البته الان فرودگاهیم و دیگه داریم میریم به سمت فرانسه. فقط من در آخر یه سری چیزا رو خواستم تو ولاگ بگم. اولا که اون شهری که دیروز ما رفتیم ولنسیا، میخواستم کم راجع به اونجا صحبت کنم چون که خیلی نتونستم از اونجا فیلم بگیرم. خیلی خیلی شهر خوشگلی بود، خیلی شهر قشنگی بود، من خیلی خوشم اومد و کلا هم شهر خیلی سرزنده و میگم کلا باحالی بودش. ولی فکر کنم یکم بحث ترجیح هم باشه دیگه. مثلا من خودم شخصا راستش رو بخوام مثلا مادرید رو ترجیح میدم با اینکه اونجا هم خیلی شهر قشنگی بود، ولی مثلا من خودم شخصا از مادرید خیلی بیشتر خوشم اومد. ولی همونطور که گفتم فکر کنم تو ولاگ بارها اینو گفتم دیگه، کلا مردم اسپانیا خیلی مردم خوبی ان واقعا و خیلی خوش اخلاق و مهربون و خوش برخوردن. خیلی خوب بود واقعا اینجا. اومدیم این قسمت VIP فرودگاه و اومدیم که یه چیزی بخوریم، صبحونه بخوریم چون که الان ساعت چنده نمیدونم، فکر کنم 8 صبح و ما فعلا تایم داریم واسه همین اومدیم این قسمت صبحونه بخوریم که حالت سلف سرویسه. حالا یکم فیلم میگیرم از اینجا. خب ببین این قسمت VIP شه دیگه، کلا مثلا یه حالت سلف سرویس داره. من خیلی هم نمیخوام از مردم فیلم بگیرم چون که خیلی ها خوششون نمیاد، برای هم امیدوارم صدام هم خوب بیاد. دارم همه تلاشمو میکنم، یکم دارم از پایین میگیرم که میگم چون میدونم که هر کسی خوشش نمیاد که ازش فیلم گرفته بشه، برای همین کل قسمتاشو نمیتونم نشون بدم، فقط یکم در همین حد نشون بدم که حالت مثلا سلف سرویس تور و اینا داره دیگه. این مدلیه، باحاله، یعنی خوشگله. فقط میگم اینجا سر و صدا زیاد، امیدوارم که صدای من خوب اومده باشه توی ویدیو. و طبق معمول منی که عاشق قهوه‌ام و همه جا دنبال قهوه‌ام، همه جا دنبال اینم که قهوه بخورم. یه ولاگ اسپانیا رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مرسی که ولاگ منو دیدید.